خب جیگرای من، لطفاً ویدیو رو لایک کنید که بریم سراغ توضیحاتش. این ویدیویی که دارید میبینید مال یه بازی توی سال 2009 هست، اواخر سال 2009، که خبرنگار میاد یه سوالی از رونالدو میپرسه و بهش میگه میای با هم بریم مسافرت؟ رونالدو قبول میکنه، ماچش میکنه و کلی رسانه‌ای میشه. و جالبه قضیه اینه که سال 2010 اولین فرزند رونالدو یعنی جونیور به دنیا میاد. از همه عجیبتر اینه که جونیور هویت مادرش هنوز مشخص نیست و خیلیا بر این باورن که مادر جونیور همین خانم خبرنگاره. خدا بهتر میدونه. چی بگم والا، دیگه لازم نیست دنبال توضیحات تو کامنت ها بگردی، فقط کافیه منو فالو کنی جیگر.